ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو که سخن کنم باز. اول السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران، خواهران، پدران، مادران، عموما به هر کسی که الحال ما رو تماشا کرده ایستادین، می‌نت داریم که در شبکه ما ابونه هستین و هر نواری میگذاریم، لایک میمونین و در کامنت‌ها بهترین سخن‌ها مینویسین. در حقتون همیشه دعاگو هستیم. امروز راستی گپ یک نواری رو به من روان کردن. وقتی که اون نوار رو تماشا کردم وجودم در لرزه در اومد که چخی همین سخن‌ها رو همین برادر گپ زده ایستاده است. یک ثبتی کوتاه که میمونم گوش بکنین که برادر چی گفتگی است. یک تاشا میشناسیم برادرمون با نام موگامبو هست. ای برادر دیگریش ببینین که چه سخن‌ها میکند، بعدا من به شما بفهمم. الا امی خوردگی ما امی باور نکنی این قدر توی بیابی ما کم کنه خدا زیاد کنه شیطان کنه خویت کنه. الله اکبر. اینی بچه شب بسم الله عبدالرحمن الرحیم اکبر. الله اکبر. بچه هم میگم امی سرکو بیاخته در روشه یک میکرفان دشه بچه السلام علیکم. السلام علیکم. خوب دوستان عزیز، گوش کردین که این برادر چه ها گفته ایستاده است. نعوذ بالله. بازم میگویم برادری جان، ادبگاه محبت ناز و شوخی بر نمیدارد. خداوند به بد مهلت میتید، عمرت میتید که چه کار میکنی در این قدر وقت. تو چه ها گفته ایستاده ای؟ تو دین را مسخره کرده ایستاده ای. همون قدر برادرایی که در او توی اشتراک داشتین یک تا دل گرده نکردن که یک تا همین پاپشه یک شگیرم در همین سرش بزنین. باور بکنین زمانی پیش بابای ایشون نوردی جان قصه میکند که یک پادشاه خطایی کرد، میگه برو و پتینکش در همین سری پادشاه زد، میگه تا دل گردش ببین. این برادر در بین همون قدر توی همین قدر سخنها رو گفته ایستاده است. نعوذ بالله. دعا رو ببین چگونه دعا هست. ما کم کردیم خدا زیاد کند، میگه شیطان بیند. نعوذ بالله. ببینید که چی گفت. برادری جان، حالا هم سری وقت است. توبه بکن به سوی خدا بازگرد. نواری کن از برادران بخشش بپرس. بخشش پرسیدن این جای شرماوری انسان نیست. من خطا میکنم در نوارم میبرم گپ میزنم که برادر جان من همینجا خطا کردم، مرا ببخشین، خدا نیز مرا ببخشد. ما مسلمان هستیم. چگونه مسلمان هستیم که دین خودمون حمایت نمیکنیم، وطن خودمون حمایت نمیکنیم؟ سخن این ضدیت به اسلام است، تنقید به وطن است. نخواه که همین خیلی سخنها رو بگی و هم برادر سیان که کرده با همین رو میپرتویند. اما انا همین برادری که در برش بدو خود رو با آواز موی سفید کرده و دعا داده ایستاده بود، بسیار یک کار زشتی هست. باور کنیم برادرای عزیز، انسان به یک کلمه ایمان خود را از دست داده میتواند. به یک کلمه زبان هم جان میتید هم جان میگیرد. زبان را در دهن ایزید نگه دار. همیشه زبان را نگاه کنید. پیش ایه سخن کردن 1000 بار فکر کنید که همون سخن شما تا کدام درجه را فایده‌ناک است به مردم. این به شوخی هم راست نمی آید. گفتم که اگر تو گویی که شوخی باشد، ادبگاه محبت ناز و شوخی بر نمی دارد. اسلام ما، دین ما شوخی را بر نمی دارد. شوخی که برای یک از فایده‌ناک باشد، یک از تابش بالیده گردد، نه این که تو بر اسلام برسی شیطان فلان کند. نام خدا را گرفته ایستاده، در پس نام خدا فلان جا تا نام گرفته ایستاده. خدایی که ما و شما را آفرید، خدایی که با ما و شما زبان داد، دست داد، چشم داد، اینقدر نعمت ها را داد، با چی برابر کرده ایستاده ای؟ از خدا سخت بیترس. خداوند دیرگیر و سختگیر است.
خداوند دیر میگیرد لیکن سخت میگیرد، آن وقت برایت دیر میشود. تمام علماها، تمام شخصیت ها وقتی که خطا میکردن، جای لغزش میافتید، میگفتن که ما رو ببخشین و نوار کرده که گپ میزدن که ما اونجا خطا کرده که ما رو ببخشین. از زمان حضرت عمر رضی الله عنه یادآوری کنیم که حضرت عمر رضی الله عنه در بین مردم نشسته بودن در داخل مسجد، جای خطایی کرد، یک مادر گفت عمر این گپی تو خطا هست. حضرت عمر رضی الله عنه گفت ای مردم، مرا ببخشید، سخنم را پس گرفتم و خدا مرا ببخشد. ببینین خداوند با اون قدر قدر منظرت، با اون قدر علم، باز در بین مردم پادشاه بود، خطایش خش به گردن گرفت. اما ما و شما امروز خطا میکنیم، بگذار خطا اگر بین تو خدا باشد، او را خدا میبخشد. وقتی تو در بین مردم هم خطایی را کردی، باید که از مردم عذر خواهی کنی تا اینکه مردم تو را ببخشند. آدمایی که نمیدونن بیچاره تماشا میکنند و خنده میکنند و با لایک میگذارند، عاقبت خود را از روی تو بر این انسان میسوزانند. و شخصیت هایی که میدونند نه لایک میمونند و در حق چی سخن هایی نمیزنند، دعای بد میکنند. همین سبب برادر جان، من میدونم که مسلمان هستی الحمدلله، شاید که خطا کرده باشی، خطای خود را جبران کن. خداوند ببخشه هر یکی ما و شما را. هر یک کاری میکنین 1000 بار فکر کنین که عاقبت پشیمان نشوین. این دنیا امروزی این که فردا سخت پشیمان میشویم، عاقبت سودی ندارد. در حق برادرم از همت خواهش میکنیم یگام سخنی ناجا نزنین. برادری ما باشی، دوستی ما باشی، دشنا مکن به این برادر. فقط دعا کنه که خداوند هدایت کند. بهتر از همه چیز همین دعا هست. خداوند هر یک ما و شما را برای صراط المستقیم هدایت کند. انسان به خطا نمی شود، همه خطا میکند بجز آن ذات پاک. اما خطا کردیم، باید فهمیدیم باید که او را دیگر همون کار را نکنیم. به چه سبب نوار کردم که سخنی و برادر را شنیدن، بسیاری نمیدونستند، بدونن که همین گپ خطا هست. همین گپ انسان را به کدام راه ها میبرد، ایمان انسان را از بدن میگیرد. و همین سبب هر سخنی میکنید از دین نباشد، شوخی میکنید از دین نباشد، از نماز نباشد، از روزه نباشد. برادر جان، تنها به خاطر الله میگویم، همه تا دوست میدارم، به خاطر الله میگویم که همین خطا را نکنین دیگر. و از همه خواهش میکنیم در حق ما و در حق وطن دعاگو باشین. خداوند وطن ما را بازم آباد و آزاد بگرداند، دشمنان دین و ملت را خوار و ذلیل بگرداند. همیشه وطن را دوست بدار. همین دوست داشتن وطن یک ایمان انسان است، یک شاخه ایمان است. نه هر کس مثل مایان در حیات خود وطن دارد، نه هر بلبل مثال ملک تاجیکان چمن دارد. در هر یک نوار من این شعر رو میگویم، از استادمان است. بسیار سخن زیبا، بسیار معنای خوبی دارد. خداوند هر یکی ما و شما را بازم برای صراط المستقیم هدایت کند. در حق ما با دعا باشید. خداوند نگهبانتان تا نوارهای آینده. در شبکه صدای امید ابونه شوید و از بهترین نوارها با خبر باشید. صدای امید، آرامش دل شماست.